در افغانستان مشکلات چرا زیاد هست؟ مشکل ما در افغانستان چرا زیاد است؟ به خاطر از که در افغانستان مردم فقه میخوانند. اول از فقه شروع میکنن، باز که کمی فقه را خواند از شعر شروع میکنن، شعر میخوانند، باز فقه میخوانند. و طبعا وقتی که انسان از درسای خود از شعر و از حافظ شیرازی و از گلستان و از پنج کتاب و از این گپا شروع کرد، ای از امروز اول در ذهنش مثل سنگ واره میشینه، ذهنشین میشه. خصوصا اطفال. عرب ها یک مثل دارن میگه العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. علم در خردسالی مثل از این واره است، مثل که انسان در سنگ نوشته کرده باشه. امام ابو حنیفه علوم را به چند بخش تقسیم کرده است؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که رئیس مذهب حنفی است، رئیس شو است دیگه، پایان باز شاگردایش است. او خودش علوم به دو بخش تقسیم کرده، یکی فقه اکبر میگه و یکی فقه اصغر. اولین کسی که می اصطلاح استعمال کرده و نام کتابش است فقه اکبر، اعتقادات فقه اکبر میگه. یعنی فقه، اگر ما شما علوم اسلامی رو تقسیم بکنیم به فقه اکبر و فقه اصغر، یعنی میگیم یکی دانش بزرگ است. فقه به معنای دانش است. پس دانش بزرگ ایره امام صاحب ابو حنیفه نام گذاشته و گفته که فقه اکبر یعنی اعتقادات، و دیگه نماز و روزه و حج و زکات و معاملات و قصاص و حدود یاره کلش به نام فقه اصغر میگه. اولین نصیحت یک پدر مسلمان به پسرش چی است؟ خب این انسان حکیم وقتی که دعوت شروع میکنه از کجا آغاز میکنه برای پسر خود؟ برای پسر خود میگه که یا بنیه، ای پسره که من اولین نصیحت یک پدر مهربان برای اولادش چی است؟ با کلمات بسیار شیرین، نه با غال مغال و دشنام و چیز. برش میگه ای پسره که من، ای پسر شیرین من، ای توت جگر من، لا تشرک بالله، با الله کسی را شریک نساز. این شرک لظلم عظیم، شرک گناه بسیار بزرگ است. فرمول اعتقادی چی است؟ فرمول اعتقادی چی هست؟ گفتم فرمول اعتقادی هست که خالق الله هست و او الله ذات مهربان است و او الله ذات است که با مخلوق خود از شارع گردن کرده هم نزدیکتر است. پس اینال وقتی که تو در زیارت میری و از زیارت صاحب زیارت میگه که برای من یا خودت بچه بده یا واسطه من شو که من صاحب بچه شوم، در حقیقت امی صفت خالق بودن الله را به این مخلوق دادی و امی که صفت خالق بودن الله را به یک مخلوق دادی، در صفت خالق مخلوق شریک کردی و شرک شریک کردن مخلوق در یکی از خصوصیت های خالق است. خود شرک چی است؟ در ذات شریکش کردی، در صفات شریکش کردی یا در عبادت شریکش کردی، شرک شد. و انسانی که کارا میکنه از دیدگاه عقیده اسلامی در صف مشرکین داخل شد. آیا مردمان عصر اول ادعا کرده اند که ما برای کسی فرزند میدهیم؟ هیچ کسی ادعا را نکرده، نه پیغمبر سمی ادعا را کرده، نه صحابه کرام ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان یا علی یا حسن یا حسین یا بلال یا شاهد و شمشیر، هیچ کسی از مسلمان های عصر اول ادعا را نکرده که ما بر کس بچه میتم. این ما هستیم که محبت افرادی غلط داریم، صفت خالقه بر یک مخلوق داریم، مثل خاطر مشکل پیدا شد. عقیده را در لغت تعریف کنید. علامه ابن فارس چی میگن؟ اونا علما میگن عقیده از کلمه عقد گرفته شده. عقد گرفته شده و خود کلمه عقد به معنای بستن است. گریره عقده میگن. یک نفر میگه بسیار یک نفر عقدمند است. چرا میگن عقدمند است؟ به خاطر از اینکه امی خون از او در داخل چی شده؟ گری خورده، امی افکار زشت بسیار برش یک عقده پیدا کرده. عقیده در زبان عربی به چند معنی آمده است؟ پس کلمه عقد در زبان عربی هم به حساب معنویت استعمال میشه، هم به حساب مادیت استعمال میشه. آیا عقد در چیزهای معنوی استعمال می شود؟ در چیزهای معنوی هم عقد استعمال میشه. مثلا میگن عقد نکاح، یعنی بستن رابطه بین دو شخص.
چرا عقیده را عقیده گویند؟ به خاطر ازی که تو رابطه ایت با خالق متعال بسته میکنی. اینا کسی که درس عقیده نخوانده رابطهش با خالق بسته هست یا نیست؟ نیست. پس او همیشه مخالف عقیده است. از این صفت خدا که گپ زدی کتت مخالفت میکنه. از توحید عبادت گپ زدی کتت مخالفت میکنه. چرا؟ چون او عقیده در درسای عقیده نشیشه، از این خاطر رابطهش با خالق بسته نیست. از این خاطر عقیده را عقیده میگن. به خاطر ازی که کسی که درس عقیده میخوانه، در مجلس عقیده میشینه و عقیده خدا مطابق قرآن و سنت میسازه، رابطه خدا مستحکم بسته میسازه با کی؟ با خالق متعال. عقیده را در اصطلاح به چند نوع تعریف می کنند؟ عقیده را در اصطلاح علما دو قسم تعریف میکنند. یکی تعریف عام است که هر عقیده را شامل میشه و یکی تعریف خاص است که مخصوص به عقیده اسلامی هست. عقیده عام را تعریف کنید. عبارت از امور است که نفس آن را تصدیق نموده و قلب به آن اطمینان حاصل میکنه و در آن شک و شبهه نباشه. اله کی است؟ اله کی است؟ اله کسی است که عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. هم عبادت میشه و هم قانونش تطبیق میشه. کی مستحق عبادت است؟ لا اله نیست هیچ کسی که مستحق ازی باشه که عبادت شوه، به او رکوع شوه، سجده شوه، بر از او نماز خوانده شوه، بر از او نظر شوه، بر از او قربانی شوه. کل از اینا نفی میکنی. و نیست هیچ کسی که قانون از او تطبیق شوه که چی حلال است، چی حرام، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است و چی بد است. الا الله. باز اینجا استثناء میشه که فقط الله سبحانه و تعالی. یکی از شرایط سیاست چی است؟ یکی از شرایط سیاست چی است؟ تطبیق قانون است. اینا تو قانون الله را تطبیق میکنی یا تا قانون غیر الله را تطبیق میکنی؟ پس اگر قانون الله را تطبیق میکنی در سیاست داخل شدی. شراب حلال است یا حرام؟ شراب حلال است یا حرام؟ از دیدگاه کلمه این اله تعیین میکنن. ما میگیم که لا اله نیست کسی که برای ما خوب و خراب و حلال و حرام تعیین بکنه الا الله. الله تعیین کرده، خلاص. الله برای ما تعیین کرده که شراب حرام است. طاغوت کی است؟ طاغوت کی است؟ کسی است که ضد قانون خالق قانون میسازه. کمونیسم طاغوت است. این طاغوت احیانا فرد میباشه، احیانا یک گروپ و یک فکر و یک اندیشه میباشه. طاغوت یا یک شخص میباشه مثل فرعون. فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود و شداد یک طاغوت بود. ان و یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول با کی باید تو کافر شوی؟ با طاغوت. هر کسی دیگه قانون ضد قانون الله میسازه. دموکراسی قانون ضد قانون الله هست. چون اینجا حکم مردم است، توسط مردم، بالای مردم. قانون مردم میسازن، قانون قرآن نیست. اول باید با کمونیسم کافر شوی، اول باید با سوسیالیسم کافر شوی، اول باید با کپیتالیسم کافر شوی، اول باید با نشنالیسم کافر شوی. و ما یکفر بالطاغوت، این طواغیتی که به شکل یک اندیشه هست یا به شکل یک فرد است، به این کافر شوی. و یؤمن بالله، سپس به الله ایمان آورد. فقد استمسک بالعروة الوثقی، او وقت به عروة الوثقی که قرآن است چنگ زدن. ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.